بعد از این عیسی در شهر و دیهات گشته و مردم خبری خوشی پادشاهی خدا را می رساند. در این کار او را 12 شاگرد و یک چند زن که جنها از آنها بیرون برآمده بودند و از بیماری ها شفا یافته بودند همراهی می کردند. یکی از آن زنها مریم بود که مجدلیه نامیده می شد و از او 7 جن بیرون رفته بود. دیگر زن یوحنا نام داشت که شوهرش کوزا در دربار حاکم هرودوس ناظر خواجگی بود. همچنین سوسنه و بسیار دیگران که با پول و مالشان آنها را دستگیری می کردند. وقتی که مردم بسیاری از شهرهای گرد و اطراف جمع شده و نزد عیسی آمدند، او مثلی را گفت. روز یک دهقان برای کشت کردن دانه های خود به کشتزار می رود. هنگام دانه کاشتنش یک مقدار آن به پیرهه افتاده پایمال می شود و پرنده ها آمده آنها را از زمین چیده می خورند. مقدار دیگری دانه ها به زمین سنگلاخ افتاده می سبزد ولی از بی‌آبی خشک می شود. مقدار دیگرش به زمین خاردار افتاده می سبزد ولی خارها قد کشیده آنها را پخش می کنند. اما قسم دانه هایی که به زمین خوبی حاصل خیز می افتد سبزیده 100 برابر زیادتر حاصل می دهد. این را گفت و خطاب کرد. هر کی گوش دارد بشنود. شاگردان از عیسی معنای این مثل را پرسیدند و او گفت فهمیش سر و اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما به دیگران با مثل ها می گویم تا که آنها نگاه کنند و نبینند، گوش کنند و نفهمند. معنای مثل این است: دانه کلام خداست. دانه هایی که به پیرهه افتادند آنهایی می باشند که کلام را می شنوند ولی شیطان آمده آن را از دلشان می دزدد تا که ایمان نآورند و نجات نیابند. دانه هایی که به زمین سنگلاخ افتادند آنهایی می باشند که کلام را شنیده با شادی آن را قبول می کنند ولی از بس که ریشه ندارند مدتی کوتاه ایماندار بوده در وقت آزمایش ایمان خود را از دست می دهند. دانه هایی که به میان خارها افتادند آنهایی می باشند که کلام را می شنوند ولی غم و تشویش و بایگری و لذت زندگی آنها را پخش می کند با آنها هیچ ثمری به بار نمی آورند. اما دانه های به زمین حاصل خیز افتاده کسانی می باشند که کلام را می شنوند و آن را در دل نیک و پاک نگاه داشته با صبر و طاقت ثمر می آورند. هیچ کس چراغ را درگیرانده آن را با ظرف نمی پوشاند و یا به زیر کت نمی گذارد. برعکس آن را به چراغ پایه می ماند تا هر کی درآید روشنیش را ببیند. زیرا هیچ چیزی پنهان نیست که آشکار نشود و چیزی پوشیده نیست که معلوم و روشن نگردد. پس اهمیت دهید که به سخنان من چطور گوش می دهید، زیرا به هر کی چیزی دارد باز داده می شود، لیکن از کسی که ندارد حتی آن اندکی که فکر می کند دارد گرفته می شود. همین وقت مادر و برادران عیسی نزدش آمدند، اما از سبب توده آدمان به او نزدیک شدن نتوانستند. به عیسی خبر دادند مادر و برادرانت در بیرون ایستادند و تو را دیدن می‌خواهند. او جواب داد مادر و برادران من آنهایی هستند که کلام خدا را میشنوند و آن را اجرا میکنند.